درود بر همگی شما. من فرشاد امیرخانی از دفتر حقوق مهاجرتی رد ایگل، ثبت شده در سندیگو کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا، در چند دقیقه پیش رو در این ویدیو همراه شما خواهم بود. در ماه دسامبر وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا موسوم به USCIS اجرای برنامه ویزای تنوع نژادی یا همان قرعه کشی کارت سبز آمریکا یا همان لاتاری گرین کارت موسوم به برنامه دیوی را متوقف و به حالت تعلیق درآوردند. علاوه بر این در ماه ژانویه وزارت امور خارجه آمریکا صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور را نیز به حالت تعلیق و توقف درآورده است. از میان این کشورها مخاطبین این ویدئو کشورهای افغانستان و ایران نیز میباشند. دفتر حقوق مهاجرتی رد ایگل معتقد نیست که دولت رئیس جمهور آقای ترامپ قصد داشته باشد که تعلیق و توقف‌های پیشتر یاد شده را از برنامه دیوی و همچنین صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور به پایان برساند. ما پیشتر نیز علیه این محدودیت‌ها شکایت‌هایی در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا مطرح کرده ایم. اکنون در حال برنامه‌ریزی برای دومین دادخواست گروهی علیه سیاست‌های دولت به نمایندگی از برندگان دیوی 2026 هستیم. فرصتی برای افرادی که در دادخواست اول مشارکت نداشتند. همانند دادخواست گروهی اول، ما قانونی نبودن تعلیق برنامه دیوی 2026 و همچنین تعلیق و توقف در صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور را نیز به چالش حقوقی خواهیم کشید. همچنین از قاضی خواهیم خواست که هر دو تعلیق را نسبت به شاکیان شرکت کننده در این پرونده و همچنین نسبت به کل جامعه برندگان لاتاری به صورت کلاس اکشن لغو کند. این بخش بسیار مهم است و تفاوت اصلی این پرونده شکایت با بسیاری از دعاوی دیگر محسوب می شود. علاوه بر این از قاضی خواهیم خواست دولت را ملزم کند که پیش از 30 سپتامبر 2026 درباره پرونده‌های مهاجرتی تصمیم گیری نمایند. همچنین درخواست تایید شکایت گروهی جامع به صورت کلاس اکشن را نیز در پرونده مطرح خواهیم کرد. در حال حاضر هنوز تصمیم نهایی درباره محل ثبت این دادخواست اتخاذ نشده است. چند تاریخ مهم را در این رویداد باید متذکر شوم. آخرین مهلت برای پیوستن به این دادخواست گروهی 15 ژوئن 2026 تعیین شده است. همچنین برنامه هدف ما این است که شکایت رسمی را برای آغاز این دادخواست گروهی در تاریخ 22 ژوئن 2026 در دادگاه ثبت نماییم. برای شرکت در این دادخواست گروهی فرد حتما باید از برندگان برنامه لاتاری دیوی 2026 باشد. اگر شما برنده دیوی 2026 نیستید می توانید با مراجعه به وبسایت رد ایگل یا همان www.redeagle.com مراجعه کنید و درباره سایر فرصت‌های مشارکت در شکایت‌های گروهی دیگر اطلاعات مفیدی را کسب نمایید. چند نکته مهم: ابتدا اینکه هیچ دادخواستی تضمین شده نیست و هیچ پرونده‌ای تضمین پیروزی ندارد، لذا این موضوع درباره این دادخواست گروهی نیز صادق است. سپس اینکه بسیاری از برندگان دیوی 2026 شهروند یا متولد کشورهایی هستند که در ژوئن 2025 و دسامبر 2025 توسط دستور اجرایی رئیس جمهور ترامپ در فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت سفر یا همان ترافل بن قرار گرفتند. این دادخواست گروهی به دنبال به چالش کشیدن این دو ممنوعیت سفر نیست و موضوع اصلی این پرونده محسوب نمی شود. بنابراین شما اگر شهروند یا متولد یکی از کشورهای مشمول ممنوعیت سفر هستید و تصمیم به مشارکت در این دادخواست گروهی می گیرید، باید بدانید که حتی در بهترین حالت ممکن این پرونده تنها یکی از موانع پیش روی شما را برطرف خواهد کرد.
اکنون در مورد هزینه‌های مشارکت در این شکایت صحبت خواهیم کرد. حق الوکاله برای شرکت به عنوان شاکی در این دادخواست گروهی $2500 آمریکا تعیین شده برای هر پرونده دیوی. تنها با این مبلغ که شامل مشارکت تمامی افراد وابسته به یک پرونده می باشد، از جمله همسر و فرزندان، بدون توجه به تعداد اعضای خانواده است، می توانند در این شکایت شرکت بجویند. شرایط پرداخت به این صورت است که مبلغ $500 در ابتدای کار و هنگام ثبت نام به عنوان شاکی دریافت می شود. باقی مانده مبلغ $2000 تنها پس از ورود شما به ایالات متحده آمریکا دریافت خواهد شد، یا در مورد افرادی که در داخل خاک ایالات متحده آمریکا حضور دارند پس از تایید فرم آی 485 آنها نیز قابل پرداخت می باشد. همچنین بخش باقی مانده این مبلغ، یعنی آن مبلغ $2000، می تواند به صورت اقساط ماهانه $250 تقسیط شود. توجه داشته باشید تمامی شرکت کنندگان در این دادخواست گروهی متعهد خواهند بود که پس از ورود به آمریکا با ویزای 2026 یا پس از دریافت اقامت از طریق تعدیل وضعیت یا همان adjustment of status بر مبنای دیوی 2026 مبلغ معوق را پرداخت نمایند. تنها با پذیرش این شرایط می شود این دادخواست گروهی را شرکت نمود. در پایان چگونه می توان در این دادخواست شرکت کرد؟ برندگان دیوی 2026 می توانند از طریق وبسایت ما به نشانی redeaglellaw.com به عنوان شاکی ثبت نام کرده و پرداخت اولیه را انجام دهند. از اینکه این ویدیو را مشاهده نمودید از شما بسیار سپاسگزاریم. اوقات شما بخیر.